Bismillahirrahmanirrahim. به نام خدایی که جان آفرید، حکیم سخن اندر زبان آفرید. اما بعد، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم عزیزان من. چیزی که سوال کردن درباره انشاءالله 23 روزه 20 چیل که در شریعت نیست، خدا خواهد که این عملها بدعت است. خدا به یاردن الله بسنی شما عزیزان کمتر باشدم سقا خدا خواهد بسنی شما عزیزان میرسانیم. شاعر میگه درختی غم به جانم کرده ریشه، به درگاه خدا نالم همیشه. رفیقان قدری همدیگر بدانید، اگر سنگ است و آدم مثل شیشه. ما شما همه انشاءالله در این دنیا خدا خواهد هستیم، امانتیم. روزی است که دنیا را ترک میکنیم و از این دنیا میگذریم و آن عملهایی کنیم که الله سبحانه و تعالی برای ما شما ثواب دهد، اجر و مکافات دهد. الا نزد الله هم گناهگار میشیم، الا نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم گناهگار میشیم و رسول الله ما شما را شفاعت نمیکند. من در بین تا 3 روز خدا خواهد انشاءالله بعضی مسئله ها را بسن شوید. تا 3 روز وقتی که انسان از دنیا میمرد، تا 3 روز کدام عمل ها درست است کدام نادرست است خدا خواهد چند خدا خواهد صحبت ها کنیم و بشن شما عزیزان میرسانم. پیامبر بزرگ میگن من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. کسی که یک کاری که میکند همون کار ما امر نکردی باشیم و امر چی است؟ رد کرده شدگی است عزیزان من. و این خدایی که کاری که میکنیم ما شما تا 3 روز این بدعت است. پیامبر فرمودند که ایاکم و المحدثات الامور، شما هرگز پرهیز کنین از کارهای نو پیدا شده. فإن كل محدثة بدعة و کل بدعة ضلالة. و هر کاری که میگه در شریعت نو پیدا میکنین این بدعت است و هر کاری که بدعت است ضلالت است. ما شما را براکنی میبرد، ثواب و اجر نمیتید. و کل ضلالت فی النار، هر چیزی که شما را براکنی ضلالت میبرد این دوزخی است. این امام نسائی انشاءالله خدا خواهد روایت کرده است. در کتاب برکوی خدا خواهد امام قرطبی میگوید خانه که مصیبت میشود 1 2 3 7 روز، در روزهایی که مخصوص طعام تیار کرده آدم ها را دعوت کردن، این عادت جاهلیت است، این از اسلام نیست. همین روزهایی که مخصوص یعنی طعام تیار کرده آدم ها را دعوت کردن از عادت جاهلیت، این از اسلام بیرون است. این حال در اسلام نیست میگه امام قرطبی. و به اینجا رفتن مکروه میگه، زیرا به منکر یاردم کردن است. الله سبحانه و تعالی به منکر یاردم کردن را از ما شما من کرده است انشاءالله در کتاب برکوی. خدا سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یعنی شما در کارهای خوب یکدیگر را یاردم کنید و آن کارهایی که در وی گناه است از شما انشاءالله خدا خواهد دور شوید. البته این یعنی 3 روزه و 7 و 20 و این چیزا در اسلام عظیم نیست. ما برای ثواب گرفتن انشاءالله گناهگار بشیم. برای همین ما شما از الله سبحانه و تعالی ترسیم و آنانی که این کار میکنن نزد شریعت هم گناهگار میشن، بر این ثواب هم نمیگیرن. عزیزان من شما آگاه باشین خدا خواهد انشاءالله و از این عمل دور شین. ما یک چند روز به شما عزیزان انشاءالله خدا خواهد این صحبت ها را میرسانیم. این کارها را خدا خواهد انشاءالله مثلا شما رسوندنیم میگوییم چندین حال خدا خواهد انشاءالله در کتاب چی هست انشاءالله دلیل است. همیشه در پناه خدا باشین. از این راه شیطان، از راه ضلالت الله ما شما را دور میگرداند.